حسین تویی لوره بعدی. آقا رفیقای ما همه لورن. بعد این لورا واقعا آدمای باحالی ان. خوشم باز تو زدی زیرش. آقا حسین تویی رو میاری؟ اوکی. خیلی چاکرم. بچه بزن به زیرش. بذار اینجا پیداش کنیم. نمیری؟ کرونا گرفتم. بچه من کرونا گرفتم. خب نمیاد بالا. چطور فارسی؟ حسین تویی بیا. حسین تویی آیجی کجایی؟ من پیدا نمی کنم. توییه دیگه. آها اومد. خب پیدا کردم. حسین ریکوست بده بالا نیست. اوه کرونا گرفت. حاجی این مریضی تو مون رخنه کرده. وایساد صحیح. من بود جایه نمه الان. فردا دوتا نیو بشم آمیان نمیام. هلو. به به سلام. به هلو براده. چطوری تته؟ چطوری سلطان؟ خوبی؟ چیکار میکنی؟ عشق داداش قربونت برم. چیکار میکنی داداش؟ همه جا دورتون جمعه دیگه، به همه سلام کن. ما اینجا قرنطینه همه با هم. آرمین هاشمی چطوری آرمین؟ خوبی؟ شکریم. الهی داری حال میکنی تنهایی؟ تنهایی که تنها نیستم الان، یکی از دوستام توه. بله شما هیچ وقت تنها نیستی. حسین آمریکایی؟ آره لس آنجلس. امیر دیزی رو ببین بچه‌مونو. آخه مموش چشاش آبی و سبزه. خیلی خوشگله. نه مجسمشه. به داداش داشتیم الان حسین آمریکا خوبه؟ آره والله خیلی بهتر از لندن داداش. یعنی بیام؟ آرمین میدونه دیگه. آره بابا این آرمین یه ساله میخواد منو ببره امریکا، من نمیام. نه انشالله دیگه کرونا تموم شه. ولی حالا که تو اونجایی میام. بیا حتما TNT رو دوباره رو اندازی کنیم. عشق داداش عشق داداش. چه خبر دیگه؟ نوکرتم همه چی خوب. یا آهنگی از قدیمی‌های خودمون رو بخون تا من اینجا. چیو مثلا؟ نمیدونم چیا رو داشتیم. فاز بد و برو از پیش من رو میخوای بخون اولین آهنگ. حاجی بلدش نیستم آکورداشو میدونی؟ من میخواستم که با تو بمونم تا همیشه آکورد آباجور لاپاژور باباجور. آقا لایومون رکورد زد و 222,000 تا شد. ماشاءالله. افتخار. آقا برو از پیش من واسه صدایی خاطرات شد. حسین جونم یادت سر ویدیو برو از پیش من چقدر دست روز به هرس خوردیم؟ نه اینجوری میگه. یادت من مخالف اصلی بودم ویدیو رو بگیرم، گفتم بابا ول کنید حوصله دارید، بعد یه آهنگ گرفت. ببین آهنگ خدایی خوبی بود. اصلا خودمون موندیم. اون اولین آهنگ رسمی تو بود دیگه، درسته که دادی بیرون و ویدیو. آره خیلی خوش درخشید. من میخواستم که با تو بمونم تا همیشه، اما تو رفتی و نگفتی عاقبت این دل من چی میشه. چی میشه؟ حالا چرا باز برگشتی میگی بی تو نمیشه؟ نمیخوام دیگه برو گم شو از جلوی چشام واسه همیشه. اشتباه کردم که به فرصت دادم. برو بخون ورستو برو گیتار رو بزن، حتی دیلی داره دیگه. آخه دیلی داره آجی بزنم خراب. اشتباه کردم که به فرصت دادم، هنوزم میفته از اون صحبت یادم که میگفتی دوست دارم همیشه پیش فکر کردی توی سری خریشه بیست و خندی به ریش من عروسکم بودی ولی برو از پیشم. برو از پیش من. آقا میگم یه خاطره خنده‌دار من از تو میگم، یه خاطره خنده‌دار تو از من. بگو. ببین من خاطره خنده‌دار از تو
خاطره خنده‌دار از تو خیلی دارم و یه دونه میگم بکنم صبح نشو. نه مثبت 18 نگو. جون من یه خاطره ازت دارم بذار اونو بگم. ببین کشتی کجه رو بگو یادته؟ کدوم؟ کشتی کج بازی میکردیم، لور بازی. آره تناب میبستیم کشتی کج، من و تو بازی میکردیم و بقیه. انقدر یادت پلی استیشن رو بهم نمیداد اردلان شاشیدم روش. باورتون نمیشه اردلان دست پلی استیشن رو بهش نمیداد، امیر واقعا بهش گفتم اردلان میشاشم رو تا گفت برو گم شو، یهو در آوردم شاشیدم. آقا میدونید من ببین رید حسین اون لحظه قیافش عالی بود، رید تو خودش باورش نمیشد که این کارو باش میکنم. ببین یکی چیز خیلی باحال تو جکوزی و مکوزی خونه میشستیم تو تهران، بعد اینجوری میگه آزی من میخوام بیام اسم تو رو بزنم تو شناسنامه‌ام، تو داداش واقعی میشی. ببین اون جکوزی عالی بود. همسایه‌هامون 2 تا دختر کوچولو بودن، هی بهمون گیر میدادن با اونا بیکینی الان بزرگ شدن الان شبیه چی میگن دختر دایی خودت. آقا بذار من یه خاطره از تو تعریف کنم برای بچه‌ها. ما یه بار مشروب خورد با حسین داشتیم میرفتیم اونجا، برج دوما بود. برج دوما تو جردن. مشروب گرفتیم رفتیم خونه 2 تا دختره. آخ لعنت سرویس. ببین هم قنداب کردی و مشروب گرفتیم رفتیم خونه 2 تا دختره. حالا نه قبلش رو بگو دختره با کلاس خارجی بود خیلی. آره دخترها با کلاس خارجی بودن. ما عرقو گرفتیم ریختیم تو شیشه. نه وایسا اینجاشو بگم تو بقیه‌شو بگو. ازشون پرسیدیم چی داشتن، یه ماشین خفن هم داشتن نمیدونم. خیلی خیلی پولدار بودن. بعد زنگ زدیم من و امیرم، خب وضعمون اونقدر خوب نبود، بچه بودیم دیگه. خب بعد بهشون گفتیم چی می‌خورید؟ گفتن ویسکی. امیر ویسکی رو نه با ودکا گفت. نه بابا برای همین قند و آب کردیم ریختیم تو الکل. روانی قند و رو گاز آب کردیم. قنده رو یادم نبود. قنده رو آب کردیم ریختیم تو الکل و آب شد ویسکی. بعد اینا هر شاتی میزدن. آقا بذار بقیه‌شو من بگم. ماشش 206 بود. گفتیم ماشش 200 چیه؟ 200 چند؟ ببین یه دقیقه بذار من تعریف کنم اینو. برو. آقا ما الکل گرفتیم. ببخشید وایسا. ماشین آودی تیتی بود که من میگفتم آودی تیتی. آودی تیتی. آره. دختره میگم آودی تیتی، من گفتم آودی تیتی. بذار من اینو تعریف کنم. برو. آقا ما دختره گفتیم چی میخوریم؟ خونهشون تو جردن بود، تو برج دوما، خیلی با کلاس ماشین آودی تیتی. این حسین میگفت آودی تیتی، من میگفتم تیتی بیا بریم. گفتش که آره. دختره گفت شما دارید میای مشروب هم بگیرید بیایید. ما گفتیم خدایا چی میخورید؟ گفت ما ویسکی میخوریم. آره ما خیلی با کلاس پرسیدیم چی میخورید؟ آره ما هم برداشتیم الکل رو با آب قاطی کردیم، یه قندم آب کردیم نارنجی شد، ریختیم تو شیشه، گفتیم ویسکیه. آقا رفتیم اونجا. حالا من هی به این لور میگم آقا برای اینا نریز. میگه نه بذار مشروب بخورم مستشن بدن. هی میگم بابا نریز. ببین اینا هر شاتی میزدن میگفتن چقدر قویه. میگفتن آره با مشروبای ایران یه جور دیگه هستن. ببین هی به حسین میگفتم نریز، اینم هی میریخ. میگفت بابا بذار مستشون کنیم بدن بهمون. خلاصه یه پیک 2 پیک هی برای خودمون رو نصفه میریخ، برای اونا رو 2 برابر. آقا نیم ساعت گذشت، 2 تا دخترها یکی رفت تو این دستشویی یکی رفت تو اون دستشویی، بالا آوردن. قشنگ الان یاد الکل کسایی که الکل صنعتی میخورن میمیرن افتادم. بودم چه اشتباهی کردیم. بعد اینجا رو گوش کن. یارو رفته تو دستشویی، یکی این بالا میاره یکی اون بالا میاره، بگاه رفت. بعد خواهر بزرگه یارو زنگ زده دیگه اینا جواب نمیدن، اومد یهو اومد تو خونه.
آقا اونا کجان؟ ما هم برگشتیم گفتیم مشروب خوردن حالشون بده. گفت چی خوردن؟ گفت خوردن عرازل شما اینجا چی می‌کنید؟ آقا من و حسین فرار ببین من جردن رو دویدیم. انقدر خاطره داریم من و تو. اصلا من یه دونه دیگه هم بغل 2 تا دختره خوابیده بودیم. خب بعد من دستم تو کست دوست دختر تو بود. خب بابا دخترم که نبوده عوضی. حالا اینجا رو هر کی برای اولین بار می‌بینی بهش میگی دوست نه دختره. دوست دختر که نه، همون منظور همون دختره. گوش کن یاد دستم تو کست اون بود. یارو دختره داشت اینجوری فاز میگرفت، اینجوری دست منو کشید اومد رو دستم اومد بالا. این دسته وصله به یکی دیگه کرده که اول دست حسین. ما زیر 20 سال بودیم خیلی روانی بودیم واقعا. آقا یهو بلند شد رو تخت. یه چیز بهت بگم بمیری. یه چیز بهت بگم بمیری از خنده. بگو. یادت اون بازیگر معروفه تو خزرشهر تو ویلاش دعوتمون کرد، بعد من و تو میرفتیم عاشق یکی دیگه شد اردلان بود. آره و من و تو با اون حسامه زوزه میکشیدیم. آره ناراحتی خدای بزرگ زوزه میکشیدیم. عادی بود. رفته بودیم میگفتیم آقا بریم قصه داریم لب دریا، رفته بودیم زوزه. میخوای اسمشو بگیم یا گناه داره نگیم؟ نه بلش کن شاخ میشه آجی. آره بلش کن. ببین ولی بهترین صحنه اون بود که من دستم تو کس اون یارو بود، بس اومد دید دست وصله به من. دست تو دست وصلیم وقتشه همو بغل کنیم. ببین این ویدیو کلیپ تو من خیلی دوست دارم. با مرام آره خیلی باحال. فیلم سینمایی طوریه. آره اینجوری بازم کار کن حسین، خیلی قشنگ بود. آره ببین چون اون موقع استانبول بودم برای ویدیو، خیلی اونجا نمیدونم چیزای مختلف داشت دیگه، یعنی امکاناتش خیلی هم ارزون‌تر. حالا ما اینجا تو استانبول به آقا آرمین میگیم ویدیو بگیم، میگه بریم آمریکا دستمون بازه که. نه ببین اونجا آخه من چیز میخواستم، اون واقعا یه قصر معروف بود برای حلیم پاشا بود فکر کنم اسمش. بعد اونجا رفتیم مجوزش گرفتیم، بعد مثلا 14-15 تا بازیگر 2 هفته فقط تمرین بازیگری کردیم و یعنی از این لحاظ خیلی قشنگ بود. خیلی آمریکا رو همچین کار کنی یه ذره هزینه‌اش خیلی بیشتر میشه. خیلی باحال بود. آرمین داره گولت میزنه که پول ویدیو رو نده. آره واقعا خیلی خسیسه حسین. آرمین عادت داره داداش. ما هر وقت ببین انقدر خسیسه دهن منو گاییده. چند روز پیش می‌خواستم بذار ببینم چی میگه، صدات نمیاد. می‌خواستم ویدیو دلدل رو بدم بهش چند روز پیش، ویدیو جدیدم و یه چیزی گفت اصلا دیگه رفتم به خاطره ها. گفتم آرمین ببخشید عذرخواهی میکنم. یادم نمیاد چی گفتم. یادم نمیاد. مست بوده. اونو بزن به اینو بگیر به اون دیگه ردیفش کن. آها خب حرف درست زدم ولی خب حالا اشکال نداره بعدی ان شاءالله. نه ان شاءالله بعدی با هم کار میکنیم. دیگه چه خبر؟ مامانت اینا خوبن؟ همه خوبن؟ آره آقا خبر جدید، 1.5 ماه 2 ماه دیگه ندامون بچه دار میشه، دایی میشن برای اولین بار. به سلامتی ان شاءالله. لندن ان اونا دیگه، اونا لندن زندگی میکنن الان. من اومدم الی ولی اسمش نیکه، پسره نیک. به به کلی از طرف من تبریک بگو سلطان، دایی شدی. مامان و ندا که خیلی دوست دارن، چون همیشه میگم آقا این خانواده بودیم، ما واقعا هر روز خونه هم دیگه بودیم. نه قربونه برم. حالا یادت چقدر پولاتو میبردم؟ چی فیفا؟ نه 21 میزدیم 2 نفری جیب هم دیگه رو میزدیم. اون پسره بود CD فروشی داشت میرفتیم، من 21 میزدم تو فیفا. آره ببین میرفتیم اونجا 21 بازی میکرد، من فیفا پولاشونو میبردیم. بعد پس بازی میکردم. پس یه فیفا یه آنلاین بزنیم اگه میخوای بعداً. پس من پس بازی میکنم آجی. کلا پس دوست داری؟ یادم ببین به این بنیوقون بگو ما میرفتیم قمار میکردیم. پس الان از تو تخم مرغ در اومده میخواد با من کل کنه. امیر از بچگی همیشه هر کیم بهش زنگ میزد اول سایز پسشون رو میپرسید. آره حسین به
دروغ میگه مثل سگ. اسمش نونخانه‌ایه. دیگه چه خبر؟ یه پسر بود دوستمون نمیدونم یادتونه علی خروس دعوت شده بود. آره دیدی چیکار کرد؟ بیشور رفت دستشویی برداشت چیزی آره خسکش رفت ریدو. آقا من چیکار کردم باهاش که اون این کارو کرد؟ تو دوره جیش کردی روشون. تو آره جیش کرد اون زمان آره آخر رو اردلان جیش نه بعدن جیش کرد. مشکل گیره بیقرار داشتم، سندروم گیره بیقرار. نه رو اردلان شاشیدم، خیلی خندیدیم دیگه. گفتم رو حدیث خروس هم بشاشیم. بعد کسکش رفت رید تو دستشویی کف دستش میومد پرت میکرد اینجوری به ما، اینجوری گلوله میکرد پرت میکرد اتاقو با هم برداشته بود. ما هر وقت میرفتیم اون دیگه اما بیشورتر بود. ما هر عید بلا استثنا من و امیر شمال بودیم. خب بعد اینا ویله هاشون جدا بود با ما. بعد عوضی با اینکه بازم رفته بود همون که دستشویی آورده بود گوشه بود کلا رو بخاری. یهو ما صبح پا شدیم دیدیم آره کسکش خونه رو بو گرفته بود. یادم افتاد عجب کسکشی بود اون خیلی عوضی. آره الان داره میبینه لایومون. علی خروس سلام. علی هست؟ خیلی بچه باحالیه. خیلی الله خوشتی چه تتوهایی به به همتون تتو. آقا ما هم بعد یه دونه بزنیم. آقا سلطان تتو اینجاست آقا بهروز. درست یه ایده همین تو تتو مخت کار میکنه یه ایده بده چون من هنوز به هیچی نرسیدم که بخوام بزنمش راستش. ببین همون یه 021 بزن حالا یا یه تویی فعلا با اون شروع کنم. آره دیگه فعلا با لوگوی نیکنیمی چیزی راشو وا کن بقیهش خودش میاد. آره اولی سخته. توپاک بزن آجی توپاک. نه دیگه ول کسیگر رو ولش کن. مایکل جکسون توپاک میزنم TNT رو هم هستم. TNT رو من میزنم تو هم میزنی با هم بزنیم. سلطان باعث افتخاره. عشق منی داداش شکرتیم. دلم خیلی برات تنگ شده. ان شاءالله کرونا اینا تموم شد اومدیم استانبول ببینیم با هم دیگه دوباره حال کنیم. ان شاءالله زودتر میاد آمریکا اونجا هم دیگه رو ببینیم. اون که دیگه بهش میشه اینجا میاد ان شاءالله. من هنوز مقاومت میکنم. من آخه میخوام اینجا باشم نیم فیسای ایرانمو بتونم داشته باشم. نیم فیسای آمریکا هم خوبه. آخه اینا بوی ایرانو میدن. ایران دوست داری؟ من تتلیتی بازم. آمریکا تتلیتی نیست؟ چرا هست دیگه مجبوریم دیگه مجبوریم اونجا آمریکا تتلیتی پیدا کنیم. اوکی بیا اینجا حالا ما با هم دیگه همسایه میشیم دیگه کلی حال میکنیم. حل سلطان سلیمان باهات در ارتباط. آقا بیا برای اختتامیه من همیشه بازی میکنم تو لایو. بیا سنگ‌کارقیچی یه باره بریم. سه باره یا یه باره؟ سه باره. سر یه چیزی هر کی باخت باید یه غیر ریز بیاد. تو هم با من غیر میدم. آره سه باره آره. سنگ‌کارقیچ من یک. اوکی بگی عقب‌تر ببینیمش. یکی تو داداش دیدی دیگه سنگ‌کارقیچ جفت قیچی سنگ‌کارقیچ دو تا تتا بذار دقیقه چشم سوم فعال کنم. حاجی دگمش پشته. حالا اینو میبرم الان ببین که امکان نداره داداش من همیشه برنده هم تو هر بازی. برو بریم سنگ‌کارقیچ. این قبول نیست من اینجوری می‌کردم. داداش اون یه بازی دیگه است اینو نداریم اصلا. این چیه داداش این همونه دیگه. اینا شبیه روزبه بازی میکنی چرا؟ بیا یه بار دیگه زاو جرزن رو میبینی. برو یه بار دیگه. بیا سنگ‌کارقیچ ای لامصب دیگه بردم دیگه. تو بزن بخونم میرسم. تو بزن تا من برقصم. ببین اون رقص مدل خودمونو بیا. رقص عاشق رقص من بودم. بزن اونو برات برم. با یه چیزی بخون که همینجوری بدون ریتم نباشه دیگه. میگه که قصه خنده‌دار بخون.
میگه که گوششو انداختی بیرون گوشای من سرخ شدهش دست خودم نی دیگه این مغز هرون سرخ شده. ببین اول یه لقه بعد گردن بعد ناخودآگاه چپ حاجی درست نرسیدی که قشنگ نشون بده. بریم 1 2 3 گوششو انداختی بیرون گوشای من سرخ شدهش دست خودم نی دیگه این مغز هرون کنترله. خیلی بازی امیر هر وقت ناراحت بود میگفت جون من یه ذره برس. عالی بود رقصیدنت عالی بود. آقا آخرین خاطره رو بگم دوبه یادت یعنی توی سگا با یه قاشق میرفتیم جلو یخچال خاویار سولی. آره سولی آره دهنت تو سرویس. ببین ما یه دوست داشتیم خیلی مایه‌دار بود تو کار صادرات خاویار. آره خونش یخچالش پر خاویارهای خفن گرون مثلا هر قاشقش $1000 بود. من امیر صبح به صبح با یه قاشق میرفتیم جلوی یخچال. اوف بود یخچال. سالی جان منتظر. ببین یه جوری برخورد میکردیم انگار ننه بابا خاویار به دنیا اومدیم صبح خاویار نخوریم میمیریم. یادت من دیر آماده میشدم هرست میگرفت میرفتی کلا خودت. آره اوه چونه یه بار 45 دقیقه منو دم در نگه داشت. نه امیر قاطی کرد. ببین دونه دونه موها رو اینجوری سیخ میزد تاف میکرد اینجوری همه تفکیک 45 تا. امیر ADHD داشت فقط داشت زود بره بیاد. آره من شاشم تنده باید سریع برم. داشت بچه ها رو منتظر نمیزن برو با دوستا صحبت کن. تاج سریع نوکرتم قربونت برم منم همینطور. روزت بخیر. خدا بزرگ میگم بچه ها. خدا